الان زنگ بزنید به پزشکان جواب نمیدید؟ نه. نشون میده خیلی ناراحتید این مقدار. خب بله دلگیرم که وقتی یه مسئله وجود داره، من که مسئله شخصی ندارم. یعنی اگرم یه جایی برسم که تلفنمو جواب ندن، که نمیدن خیلیاشون الان گوششون سنگینه. یعنی حالا بالاخره آقایون مسئولیت گرفتن دیگه. حمایت از دکتر مسعود پزشکی. آقای دکتر پزشکیان تماس داشتن و گفتن شما بیاد کمک. اگر برگردید عقب حمایت می‌کردید از آقای پزشکیان؟ بله، من آقای دکتر پزشکیان نه مباحثه‌ای باهاش کرده بودم، نه چارچوباشون برای اداره کشور اطلاعات داشتم. گفتن شما دارید میرید انتخابات که برای خودتون اون نوایی برسید. پیشنهاد معاونت اجرایی رو بهتون دادن؟ آقای رئیس جمهور چون پیشنهاد رو نه. که گفته میشه آقای عارف مخالف حضور شما در دولت بوده، درسته؟ بگذاریم فایده نداره، بس در باشه. چقدر خودش رو در پیروزی دولت موثر تاثیر داشتن، ولی حالا تاثیر اون خیلی دویدید شما آقای ظریف. عرقایی که ریختید تون وظیفه‌مون بوده برای کشور که این کارو بکنه. تیم اقتصادی دولت جزیره‌ای داره عمل میکنه، وحدت رویه نداره. استفاده از ظرفیت نخبگان و متخصصین ایشون شخصا هست، ولی اطرافیانشون در پذیرش نظرات نخبگان چابک عمل نمی‌کنه. در عرصه اجتماعی به نظرم نمیگم عالی بوده ولی قابل قبول بوده. در حوزه اقتصاد خب دولت موفقیت چندانی نداره. شعار راهبردی دولت اشکال داره. وفاق هدف نیست، وفاق ابزار.